سلام خوبین؟ روزتون بخیر. میخواستم یه چیزی بگم. میخواستم بگم که هیچ کاری هیچ چیزی بدون آموزش انجام نمیشه. البته یه چیزی بهتون بگم، من فکر میکنم همه میدونن که مدت ها و سالیان سال تو دفتر هواپیمایی کار میکردم. ماهای اولی بود که تو دفتر هواپیمایی کار میکردم و با اعتماد به نفس اومدم بلیطای نوروز هند و تورای هندمونو صادر کنم. صادر هم کردم. بعد سوم عید کاپتان حسینی و کاپتان سپهری، مدیرای محترم فضاگشت، صدام کردن که بیا ببین چه گندی زدی. من هم رفتم و دیدم که دیپارچر و ارایول و اشتباه تو بلیط صادر کردم و مسافرها از پرواز جا موندن. حالا کار رزین که حالا میگی 1 کیلو فوقش رزین هدر میکنی میریزی دور، ولی بلیطای نوروز که باید صادر بشه مسافراش برن و نرفتن، دستشون درد نکنه. یه چیزی حدود 4 میلیون جریمه داشت ولی کاپتنا از من جریمه نگرفتن. خیلی به من لطف داشتن و خیلی به من چیز یاد گرفتن. خواستم از همینجا یه یادی ازشون کرده باشم، هر جا که هستن سعی و سلامت باشن و چیزای خوبی یاد گرفتم اونجا و بعدش چیزهای بیشتر از جای دیگه. دوستای عزیز، اینا رو که میبینید خودم ساختم و انشالله که اگر دوست داشتید سفارش بدید و براتون حتما در اسرع وقت حاضر میکنم و براتون میفرستم. بای.